امروز در مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر جشن سده با شهامت خاص تجلیل کرده شد. نخست اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید و همراهانش از نمایشگاه محصولات کشاورزی، درختان و گل‌های گوناگون آرایشی، طعم‌های ملی و محصولات استحصال کرده کارخانه‌های صنعتی دیدن نمودند. امروز ما در جشن سده که در مرکز شهر باختر برگزار گشته است اشتراک داریم. ما محصولات خود را به این جشن پیشنهاد کرده هستیم. از آن جمله درخت توت و پیله. جمعیت سامانه کشاورزی پیله تاجیک امسال برای دهقانان ولایت زیاده از 400,000 دانه نهال توت رایگان دسترس کرده است که ما علاقه 125,000 با رایون‌های گیردمان‌های منطقه بخش تقسیم کردیم و 300,000 دیگر در عرفه بورکنی است. این را آورده در ولایت رایگان برای بلند برداشتن ساحه کرمک پروری و پیله پروری رایگان به خواجگاه دهقانی تقسیم نماییم. نمایندگان شهر و نواحی ولایت بهترین نمونه‌های محصولات کشاورزی، کارخانه‌های استحصالی، انواع مختلف طعم‌های ملی، قنادی، نهالان درختان میوه‌دهنده و آرایشی را به معرض گذاشته بودند. همدیاران عزیز، باعث خرسندی است که سنت‌های اجدادی از بین رفته ما امروز با شرافت این مرد بزرگ فرزند فرزانه ملت از نو احیا گشت. امروز جشن‌های سده، نوروز، تیرگان، مهرگان در تاجیکستان قید کرده می شود. این جشن از دوره جمشید شاه و ما میراث مانده است. ما امروز مرد و زن، پیر و برنا از این عیدهای خودمان خیلی بسا خرسندیم. مرد دهقان آمادگی به کشت و کار می‌بیند، کلند خود را، آلات مهنتی خود را تیار می‌کند. تا روز نوروز از سده 50 روز است تا نوروز میرسیم. در فرهنگ سنتی نیاگان ما مبارزه روشنی بر ضد تاریکی همچون جوهر معنوی نقش کلیدی دارند که آن به جشن سده نیز علاقمند میباشد. در دایره تشکل همین عنصرها گذشتگان ما از جمله قوم‌های آریایی 2 فصل سال داشتند که این همان مبارزه اهورامزدا و اهریمن و مبارزه روشنی با تاریکی را به یاد می‌آورد. با شرافت صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و سیاست دوراندیشانه و خردمندانه و فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای محبوب و معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن‌های نیاگان ما مقام و منزلت خود را دوباره کسب کرده، نفوذشان امروز در سطح دنیا پهن گردیده است. سده از گونه همان جشن‌هایی میباشد که واقعا هم تاریخ بیش از 6000 ساله داشته و مثل جشن نوروز، تیرگان و مهرگان چون یک مراسمی واقعا هم سرور، نشاط و پیوندی محبت و صداقت مردم به زمین و رشد ساحه کشاورزی معروف و مشهور گردیده است. سهم کشاورزان ولایت در استحصال محصولات کشاورزی جمهوری خیلی نظررس ارزیابی گردیده محصولات کشاورزی، پالزی، غله‌دانگی، پخته، سبزیجات، پشم، محصولات‌های گوشتی و شیری، میوه و ماهی پروری در سطح جمهوری کشاورزان ولایت ختلان استحصال می‌نمایند که این باعث افتخار و سرفرازی کشاورزان ولایت می‌باشد. سپس قسمت دیگر چاره‌بینی در تالار کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر باختر ادامه کرد. اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید اهل تالار را به مناسبت جشن نیاگان سده شاد باش گفت. اظهار داشتند که باعث افتخار و شادمانی است که به شرافت صاحب استقلالی عنعنه و سنت‌ها و جشن‌های ملی مردم کهن بنیاد ما احیا گردیده ارجگذاری به آنها سال به سال بیشتر شده ایستاده است. این جشن‌های سنتی از جمله مراسم سده یادگاری از نیاگان آریایی ما بوده. مردم تاجیک آن را همچون جزء جداناپذیر خاطره فرهنگی چندین هزار ساله خود و به صفت دردانه‌های گرانبهای معنوی حفظ نمودند. در ادامه معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان ناصرزاده جبار نیز سخنرانی نموده دستاوردهای کشاورزان ختلان زمین را قابل تحسین خواند.
дар қисмати баъдии чорабинӣ ба беҳтаринҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла ба пахтакорон, асалпарварон, чорводорон, полескорон, пиллапарварон, паррандапарварон ва дигар фаъолони комплекси агросаноатӣ ифтихорнома ва мукофотҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон тақдим карда шуд.